سوره اسراء، سوره 17 قرآن. به نام خداوند بخشنده مهربان. پاک و منزه است خدایی که شبی بنده اش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که اطرافش را برکت دادیم برد تا بعضی از آیات خودمان را به او نشان دهیم، چون او شنوا و بیناست. و به موسی کتاب دادیم و آن را راهنمای بنی اسرائیل ساختیم که وکیلی غیر از من نگیرید. ای فرزندان کسانی که با نوح در کشتی سوار کردیم، نوح بنده سپاسگزاری بود. در کتاب به بنی اسرائیل اعلام کردیم که 2 بار در زمین فساد می کنید و برتری جویی و طغیان بزرگی می کنید. چون وعده اول بیاید، افراد بسیار قدرتمندی را بر علیه شما برمی انگیزیم تا درون خانه ها را دنبال شما بگردند. این وعده عملی خواهد بود. بعد شما را بر آنها مسلط می‌گردانیم و شما را با مال و فرزند کمک و افراد شما را بیشتر می‌کنیم. اگر نیکی بکنید به خودتان نیکی کرده اید و اگر بدی بکنید به خودتان بدی کرده اید. و چون وعده دوم بیاید، برای اینکه شما را ناراحت کنند داخل مسجد می شوند، همانطور که بار اول داخل آن شدند و به هرچه دست یابند نابود می کنند. ممکن است خدا به شما رحم کند، اما اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم و جهنم را زندان افراد بی ایمان قرار داده ایم. این قرآن مردم را به درست ترین راه هدایت می کند و به افراد با ایمانی که کار درست بکنند مژده می دهد که پاداش بزرگی دارند. برای افرادی که به آخرت ایمان ندارند عذاب پردردی آماده کرده ایم. انسان همانطور که دعای خیر می کند دعای بد می کند. انسان خیلی عجله دارد. شب و روز را 2 نشانه قرار دادیم. نشانه شب را تاریک کردیم و نشانه روز را روشن ساختیم تا دنبال کسب معاش بروید و عدد سالها و حساب را بدانید. ما هر چیزی را کاملا توضیح داده ایم. کارنامه هر کس را به گردنش آویخته ایم و روز قیامت آن را به صورت کتاب بازی که می بیند برای او در می آوریم و به او می گوییم کتابت را بخوان. خودت امروز برای حساب رسی کافی هستی.
هر کس هدایت شود به نفع خودش هدایت شده و هر کس گمراه شود به ضرر خودش گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد. ما تا پیغمبر نفرستیم افراد را عذاب نمی کنیم. وقتی بخواهیم شهری را نابود کنیم ثروتمندان و قدرتمندان آن را امر می کنیم که در آن به نافرمانی خدا بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن مقرر می شود و آن را نابود می کنیم. امتهای بسیاری را بعد از نوح هلاک کردیم و خداوندت برای دیدن و با خبر بودن از گناه بندگانش کافی است. کسی که دنیای زود گذر را بخواهد خیلی زود هر چرا بخواهیم به او می دهیم، بعد جهنم را برای او مقرر می سازیم که سرزنش شده و رانده وارد آن شود. کسانی که آخرت را بخواهند و کوشش لازم را برای آن بکنند و ایمان داشته باشند از کوشش آنها قدردانی می شود. ما هم این دسته و هم آن دسته را با عطای خداوندت کمک می کنیم. عطای خداوندت از کسی منع نمی شود. نگاه کن چگونه بعضی را بر بعضی برتری داده ایم. مسلماً آخرت درجات و برتری های بیشتری دارد. با خدا معبود دیگری قرار نده، یعنی غیر خدا را ارباب و سرور خود نگیر، چون سرزنش شده و بدون یاور به گوشه ای خواهی نشست. خداوند تو حکم کرد که فقط او را بندگی کنید، یعنی بنده و مطیع محض و بیچون و چرای هیچ کس جز او نباشید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها پیش تو به سن پیری برسند به آنها اف هم نگو و با آنها تندی نکن و با آنها با احترام حرف بزن و از روی مهربانی بال فروتنی و کوچکی را در مقابل آنها بگستران و بگو خداوندا آنها را مورد رحمت قرار بده، همانطور که وقتی من کوچک بودم آنها مرا پرورش دادند. اگر درست کار باشید خدا آنچه را در دل شماست به خوبی می‌داند. او توبه کنندگان را می‌بخشد. حق خیشان و تهیدستان و در راه ماندگان را بده و اسراف یعنی ریخت و پاش نکن، چون ریخت و پاش کنندگان برادر شیطان هستند و شیطان نسبت به خداوندش ناسپاس بود. اگر به خاطر امیدی که
به لطف خدا داری از آنها رو می‌گردانی، پس با آنها با نرمی صحبت کن و دستت را به گردنت قرار مده و آن را کاملا باز نکن تا ملامت شده و با حسرت در کنجی بنشینی. چون خدا روزی را برای هر کسی که بخواهد فراوان می کند یا کم می کند، چون او به وضع بندگانش آگاه و بیناست. و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، روزی آنها و شما را ما می دهیم. کشتن آنها خطای بزرگی است و به زنا نزدیک نشوید، چون زنا کاری زشت و راه بدی است. و انسانی که خدا جانش را محترم داشته نکشید مگر به حق، یعنی به علت قتل. کسی که بی گناه کشته شود برای بازمانده او تسلطی بر قاتل قرار داده ایم. پس در قصاص زیاده روی نکند، چون او یعنی مظلوم یاری شده است. و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به بهترین شکل، یعنی برای اداره مالش، تا اینکه به رشد خود برسد و به عهد خود وفا کنید، چون عهدها مورد بازخواست قرار میگیرند. پیمانه را وقتی با پیمانه جنس می فروشید کامل بدهید و با ترازوی درست وزن کنید. این کار بهتر و خوش عاقبت تر است. از آنچه نمیدانی، یعنی به درستی آن اطمینان نداری، پیروی یعنی دنبال روی کورکورانه نکن، چون گوش و چشم و دل همگی درباره آن، یعنی آن عمل کورکورانه، مورد بازخواست قرار میگیرد. و در زمین خودپسندانه راه نرو، چون زمین را با راه رفتن خود نمی شکافی و بلندی قدت به کوه ها نمی رسد. بدی تمام این کارها پیش خداوند تو ناخوشایند است. ای پیغمبر، اینها از حکمت‌هایی است که خدا به تو وحی کرده است. با خدا معبود دیگری قرار نده، چون ملامت شده و رانده در جهنم خواهی افتاد. آیا خدا برای شما پسران را انتخاب کرده و از فرشتگان دخترانی برای خود گرفته؟ حرف بزرگی میزنید. ما در این قرآن حقیقت را به صورتهای گوناگون بیان کردیم تا متوجه شوند، ولی فقط بر نفرت و گریز آنها می افزاید. بگو اگر همانطور که آنها میگویند معبودانی با خدا بودند، حتما دنبال
راهی برای غلبه بر صاحب عرش می گشتند. خدا پاک و بسیار برتر از چیزهایی است که میگویند. آسمان‌های هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند تسبیح او را میگویند. هر چیزی با ستایش او را تسبیح میگوید، ولی شما تسبیح آنها را نمیفهمید. خدا بردبار و آمرزنده است. وقتی قرآن میخوانی بین تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده ناپیدایی قرار میدهیم. بر دلهایشان پرده ای میکشیم تا قرآن را نفهمند و گوششان را سنگین میکنیم. ما بهتر میدانیم که وقتی به تو گوش میدهند به چه منظوری گوش میدهند و وقتی با هم نجوا میکنند چه میگویند. ظالمین میگویند شما فقط از مردی که جادو شده پیروی میکنید. ببین چگونه برای تو مثل زدند و در نتیجه گمراه شدند و راهی برای هدایت پیدا نمی کنند. و گفتند آیا وقتی ما استخوان و پوسیده شدیم در خلقت جدیدی زنده می شویم؟ بگو سنگ یا آهن یا موجودی سخت تر از آنچه به فکرتان میرسد باشید، باز هم برانگیخته میشوید. پس خواهند گفت چه کسی ما را برمیگرداند؟ بگو همان کسی که اولین بار شما را آفرید. پس سرهایشان را برای تو تکان میدهند و میگویند چه موقع این کار صورت میگیرد؟ بگو ممکن است نزدیک باشد. روزی که شما را میخواند و شما با ستایش او دعوت او را اجابت میکنید و خیال میکنید فقط مدت کمی در حال مرگ مانده اید. به بندگان من بگو به بهترین وجه صحبت کنند، زیرا شیطان بین آنها را به هم میزند، چون شیطان دشمن آشکار انسان است. خداوندتان از وضع شما آگاه تر است. اگر بخواهد به شما رحم می کند و اگر بخواهد شما را عذاب می کند. ما تو را برای وکالت آنها نفرستاده ایم. خدای تو کسانی را که در آسمان ها و زمین هستند خوب می شناسد و بعضی از پیغمبران را بر بعضی از آنها برتری دادیم و زبور را به داوود دادیم. بگو هر کسی غیر از خدا را که فکر می کنید به کمک بخوانید. آنها توانایی اینکه ضرر را از شما برگردانند یا تغییر دهند ندارند. کسانی را که این افراد به کمک می‌خوانند، هر کدامشان که به خدا
نزدیکترند و امید رحمتش را دارند و از عذابش می ترسند، دنبال وسیله‌ای برای تقرب به خدا می گردند، چون باید از عذاب خدا ترسید و حذر کرد. هیچ شهری نیست مگر این که ما آن را قبل از روز قیامت نابود یا آن را به شدت عذاب می کنیم. این امر در کتاب الهی ثبت شده است. هیچ چیز ما را از فرستادن معجزه باز نداشت غیر از این که پیشینیان آن را انکار کردند. ما به قوم ثمود شتر ماده را که دلیل روشنی بود دادیم، ولی آنها به آن ستم کردند. ما معجزات را فقط برای ترساندن میفرستیم. وقتی را یادآوری کن که به تو گفتیم خدای تو به مردم احاطه و تسلط دارد، و رؤیایی را که به تو نشان دادیم و آن درخت لعنت شده در قرآن هم فقط برای امتحان مردم بود. آنها را می ترسانیم ولی فقط طغیان بزرگی بر آنها اضافه می کند. و هنگامی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، همه آنها سجده کردند غیر از ابلیس که گفت آیا من به موجودی که از گل درست کرده ای سجده کنم؟ و گفت نظر تو درباره این کسی که بر من ترجیح دادی چیست؟ اگر به من تا روز قیامت فرصت دهی بر سر فرزندان او افسار میزنم غیر از عده کمی از آنها. خدا گفت تو با کسانی که از تو پیروی کنند بروید، جهنم جزای کامل شماست. هر کس از آنها را که توانستی با صدایت یعنی وسوسه هایت منحرف کن و با سواران و پیاده هایت بر آنها بتاز و در مال و فرزند با آنها شریک شو و به آنها وعده بده. شیطان به آنها فقط وعده دروغ میدهد. تو بر بندگان من تسلطی نداری و خداوندت برای وکالت آنها کافی است. صاحب اختیار شما خداست که کشتی را برای شما در دریا به حرکت درآورد تا دنبال کسب معاش بروید، چون خدا نسبت به شما مهربان است. وقتی در دریا دچار خطری بشوید، همه کسانی را که به کمک می‌خوانید ناپدید می‌شوند غیر از خدا. ولی چون شما را نجات دهد و به خشکی رساند از او رو می‌گردانید، زیرا انسان ناسپاس است. آیا از این که در خشکی شما را به زمین فرو برد یا
طوفان شنی بفرستد و هیچ مددکاری برای خود پیدا نکنید، در امان هستید؟ یا از اینکه دوباره شما را بار دیگر به دریا برگرداند و طوفانی خرد کننده بپا کند و شما را به علت کفری که ورزیدید غرق کند و خونخواهی در مقابل ما پیدا نکنید، در امان هستید؟ ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در زمین و دریا سواره راه بردیم و خوردنی‌های پاک را روزی آنها کردیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری زیادی دادیم. روزی که هر گروهی را با نامه اعمالشان بخوانیم. کسانی که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود آن را می‌خوانند و ذره‌ای به آنها ظلم نمی شود. اما کسی که در این دنیا کوردل است، در آخرت نیز کور و گمراه ترین فرد است. ای پیغمبر، نزدیک بود تو را از آنچه به تو وحی کردیم منحرف کنند که به ما چیزی غیر از آن را نسبت دهی تا آن وقت با تو دوست شوند. اگر تو را ثابت قدم نمی کردیم نزدیک بود مقدار کمی به آنها تمایل پیدا کنی. آن وقت در دنیا و آخرت به تو چند برابر عذاب می چشاندیم و یاوری در مقابل ما پیدا نمی کردی. نزدیک بود تو را از زمین بلغزانند تا از آن بیرونت کنند. در آن صورت بعد از تو فقط مدت کمی می‌ماندند. این روشی است که در مورد کسانی که قبل از تو برای آنها پیغمبر فرستادیم اجرا شده و تغییری در روش ما پیدا نمی کنی. نماز را از غروب خورشید تا تاریکی شب و سپیده صبح بخوان. نماز صبح مورد توجه است. و قسمتی از شب را بیدار شو و نماز بخوان. این یک وظیفه اضافی است برای اینکه خدا تو را به مقام پسندیده ای برساند. و بگو خداوندا مرا صادقانه وارد کن و صادقانه خارج کن و برای من از طرف خودت دلیل و قدرت کمک کننده ای قرار بده. بگو حق آمد و باطل از بین رفت، مسلماً باطل از بین رفتنی است. ما از قرآن آنچه که برای افراد با ایمان شفا و رحمت است نازل می کنیم و فقط بر ضرر کسانی که ظلم می کنند اضافه می کند. وقتی به انسان نعمتی می دهیم از ما روگردان می شود و خود را کنار می کشد و وقتی بدی به او برسد ناامید می شود. بگو هر کس
مطابق ساختمان روحی و فکری خود کار می کند. خدای شما کسی را که راهش صحیح تر است بهتر می شناسد. درباره روح از تو می پرسند. بگو روح امری مربوط به خدای من می باشد و به شما فقط مقدار کمی از علم داده شده. و اگر بخواهیم آنچه را به تو وحی کرده ایم میبریم و تو مدافعی در مقابل ما پیدا نمی کنی، مگر اینکه رحمتی از جانب خداوندت باشد، چون لطف خدا به تو زیاد است. بگو اگر انس و جن متحد شوند که مثل این قرآن را بیاورند، نمی توانند مثل آن را بیاورند، اگرچه بعضی از آنها پشتیبان بعضی باشند. در این قرآن برای مردم هر گونه مثلی زده ایم، ولی بیشتر مردم فقط از روی کفر و ناسپاسی آن را نمیپذیرند و گفتند به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه برای ما چشمه ای از زمین روان سازی، یا نخلستان یا تاکستانی داشته باشی و نهرها در آن روان سازی، یا همانطور که خیال می کنی پاره‌ای از آسمان را روی سر ما بیندازی، یا خدا و فرشتگان را مقابل ما بیاوری، یا خانه ای زرنگار داشته باشی، یا به آسمان روی. به بالا رفتن تو هم ایمان نمی آوریم تا موقعی که نوشته ای برای ما بیاوری که آن را بخوانیم. بگو خدای من پاک است. آیا من جز بشری هستم که وظیفه رسالت به عهده اش گذاشته شده؟ هیچ چیز مردم را بعد از این که راهنمایی برای ایشان آمد از ایمان آوردن باز نداشت، جز این که گفتند آیا خدا بشری را به رسالت فرستاده؟ بگو اگر در زمین فرشتگان بودند که با آسودگی خیال راه می رفتند، از آسمان برای آنها فرشته‌ای نازل می کردیم. بگو خدا برای شهادت بین من و شما کافی است، چون او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. کسی را که خدا هدایت کند هدایت شده است و کسی را که گمراه کند هرگز کمک کنندگانی غیر از خدا برای او پیدا نمی کنی و روز قیامت آنها را دمرو در حالی که کور و لال و کر می باشند جمع آوری می کنیم. جای آنها جهنم است. هرگاه که شعله آن کم شود آتشی به آن اضافه می کنیم. این جزای آنهاست چون منکر آیات ما شدند و گفتند آیا وقتی ما استخوان از هم پاشیده ای شدیم دوباره در شکل جدیدی
خلق میشویم؟ آیا متوجه نشدند که خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده میتواند مثل آنها را بیافریند و برای آنها مهلتی قرار داده که شکی در آن نیست؟ اما ظالمها فقط از روی حق پوشی منکر آن شدند. بگو اگر شما خزائن رحمت خدای مرا داشته باشید، از ترس خرج کردن و تمام شدن آن بخل می‌ورزیدید. انسان بخیل است. به موسی 9 معجزه آشکار دادیم. این را از بنی اسرائیل بپرس. وقتی که موسی پیش آنها آمد، فرعون به او گفت ای موسی، من فکر می کنم تو جادو شده ای. موسی گفت بدون شک تو میدانی که این آیات را، یعنی معجزات را، خدای آسمان ها و زمین برای بینش، یعنی راهنمایی انسان ها نازل کرده. ای فرعون، من فکر می کنم که تو هلاک شوی. فرعون خواست آنها را از زمین مصر ریشه‌کن کند. بنابراین ما او و تمام کسانی را که با او بودند غرق کردیم. بعد از او به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید و چون وعده آخرت بیاید همه شما را با هم می آوریم. قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و تو را فقط برای بشارت دادن و ترساندن از نتیجه کارها فرستادیم. قرآن را کم کم نازل کردیم تا آن را آهسته آهسته بر مردم بخوانی و قطعاً آن را ما نازل کردیم. بگو چه به آن ایمان بیاورید چه نیاورید، کسانی که قبلاً به آنها علم داده شده، وقتی قرآن بر آنها خوانده شود سجده کنان بر خاک می افتند و می گویند خدای ما پاک است، وعده خدای ما عملی خواهد شد، و به خاک می افتند و گریه می کنند و قرآن بر تواضع آنها اضافه می کند. بگو الله بخوانید یا رحمان، هر کدام را بخوانید فرقی نمی کند. خدا اسمهای نیکویی دارد. نمازت را بلند نخوان، آهسته هم نخوان. حالتی بین این دو حالت را پیدا کن و بگو ستایش، یعنی بزرگ داشت، فقط برای خدایی است که فرزندی ندارد و در فرمان روایی هم شریکی ندارد و ضعیف نبوده که احتیاج به مددکاری داشته باشد و او را هرچه بیشتر بزرگ نما.